سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آنهایی را میجوید که به نام رستم امامعلی در اینترنت صحیفه های فیکی گشودند. 2 ماه پشت پنجره طلب دیگرباره آزادی خورشید فوزلوف. اوکراین حضور رهبران اسنگ در پرد مسکو را غیر اخلاقی نامید. اوکراین از پیشرفت نیروهایش در جبهه باخموت خبر داد. هلاکت یک نورس 13 ساله در زیر چرخ اوپل و اکنون تفصیلات خبرها. ریاست گفتگو جنایتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 ماه سال 2023 با نشر یک هشدار در فیسبوک خبر داد که صحیفه در فیسبوک به نام شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی ساخته شده ربطی به رستم امامعلی ندارد و نفر یا نفرانی که این صحیفه ها را ساختند طبق قانونگذاری تحت پیگرد قرار می گیرند. ریاست گفتگو جنایتی اعلام کرد که شهردار دوشنبه در یگان شبکه اجتماعی یگان صحیفه رسمی ندارد. در هشدار چنین گفته می شود: شهروندان محترم، ریاست گفتگو جنایتی رسما اعلام می دارد که این اکاونت فیک است و به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی یگان ربطی ندارد. همه انتشارات آن از جانب شخصان نامعلوم منتشر گشته است. به خاطر مواجه نشدن با حوادث نامطلوب احترامانه از شما خواهش میکنیم که از شر و تفضیحات و گسترش اکاونت مذکور خودداری نمایید. صاحب اکاونت مذکور طبق قانونگذاری مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. شهردار دوشنبه قبلا در ماه آگوست سال 2022 با نشر یک اطلاعیه ویژه خبر داده بود که وقتهای آخر در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، وایبر، تلگرام و توییتر از نام رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان رستم امامعلی صحیفه‌های اجتماعی قلبکی بازگردیده استفاده برندگان شبکه اجتماعی به خصوص مردم شریف تاجیکستان و بیرون از آن را به گمراهی میبرند. شهردار اعظم شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواسته بود که به این صحیفه‌های قلبکی گشوده شده یا به اصطلاح فیکو اعتبار و باور نکنند. شهرداری از ساکنان خواست که برای حل و فصل مشکلات و نیازمندی‌های خود توسط کانال‌های رسمی مراجعت و درخواست و اندیشه‌های خود را به رستم امامعلی و تیم او بنویسند. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 35 سال داشته از سال 2017 رئیس شهر دوشنبه و سال 2020 همزمان رئیس مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان و طبق قانون اساسی رهبر دوم جمهوری است. رستم امامعلی را بسیاری‌ها وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش نام میبرند. امامعلی رحمان که از سال 1992 اینک بیش از 30 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد 5 اکتبر سال 2022 به سن 70 رسید. کمیته دفاع از ژورنالیستان روز 8 ماه سال 2023 با گذشت 2 ماه از حبس ژورنالیست تاجیک خورشید فوزلوف دیگرباره خواستار از محبس آزاد کردن او و دیگر ژورنالیستان زندانی تاجیک شد. کمیته یادآور شد که در کمتر از 1 سال گذشته خورشید فوزلوف الکی 5مین ژورنالیست تاجیک است که با اتهام شبه‌آور همکاری با سازمان‌های افراطی به پس پنجره کشیده می شود. خورشید فوزلوف 6 مارس سال 2023 در شهر پنجکند از سوی کارمندان شعبه محلی کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر شد و حالا با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع در بازداشتگاه شهر خوجند قرار دارد. همچنین تابستان سال 2022 با این اتهام ژورنالیستان مستقل تاجیک دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زلقیبک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده دستگیر شدند. دلیر امامعلی به 10 سال، غربتی به 7 سال و 6 ماه و 2 دیگر به 7 سال زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق پرونده های ضد این 5 خبرنگار تاجیک را 3 و انتقام برای فعالیت کسبی ژورنالیستیشان میداند و آزادی آنها را طلب دارند. دوشنبه تا حال به این دعوت‌ها یگان پاسخ نداده است. تاجیکستان امسال در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات باز یک زینه پایان‌تر رفته در بین 180 کشور در زینه 151 قرار گرفت. بنا به گفته اساسگذار پولک ازوف اندری بیلیتسکی
ارتش اوکراین در باخموت یک جزء بریگاد 72 قشون‌های خشکگرد روسیه را تورمور کردند. او می‌افزاید که در نتیجه عملیات جوابی بریگاد تهاجمی قوه‌های مسلح اوکراین از اشرات بریگاد 72 قشون‌های خشکگرد دشمن 6 تاش پورا نابود کرده شد. همچنین به گفته او ضمن این عملیات به نظامیان اوکراین میسر شده است که مقدار زیاد تکنیک جنگی دشمن را نابود نموده چندین نظامی روس را نیز به صورت بگیرند، ولی بلیس که برای دلیل عکس و یا ویدیوی را نشر نکرده است. در همین حال بریگاد تهاجمی سوم ارتش اوکراین در صفحه فیسبوکی خود نواری را نشر نمود که صحنه از رفت محاربه آنها با بریگاد 72 روسیه فیلمبرداری شده است. در نوار دیده می شود که چندین نظامی از دیدن تکنیک‌های حربی ارتش اوکراین رو به فرار می‌نیند. همچنین این واحد نظامی اوکراین اصرار می‌کند که 5 تن از نظامیان روس را به صورت گرفتند. این هم در حالی است که روز 9 مای سال 2023 اساسگزار چوکه واگنر یوگنی پریگوژن در یک ثبت ویدیویی گفته بود که بریگاد 72 وزارت مدافع در جبهه باخموت موقع خیلی ضرور و استراتژی که جنگجویان من با کشته دادن دست کم 500 به دست آورده بودند پرتافته رو به فرار آوردند. در نتیجه به جانب اوکراین میسر شد به درازی 2 کیلومتر و عمق 500 متر خط جبهه را شکسته پیشروی کنند. ما با یک حال و روز صد روی ارتش اوکراین را گرفتیم. همچنین از پیشروی جانب اوکراین پریگوژن سخت عصبی شده با یک لعن پر از تفهین از کسی نام نبرده به یک موی سفید وزارت مدافع و از جشنگیری 9 مای از جانب حکومت در رفتید. از جمله پریگوژن گفت به جای آن نظامیان ما را از مرگ نجات داده ما را با سناریات تامین کنند. یک موی سفید خوشطاله سلاح بریگاد را در انبارها نگهداری میکند. این پیرمرد بر آن گمان است که همه این به نفع او خاتمه مییابد. این هم در حالی است که چند روز پیش یوگنی پریگوژن وزیر مدافع روسیه و سردار گنشتاب و یا ستاد مشترک ارتش روسیه والری گراسیموف را تحقیق و توهین نموده بود. در اصل یوگنی پریگوژن در حکومت روسیه یگان وظیفه دولتی ندارد، ولی پس از آغاز جنگ روسیه به ضد اوکراین او شخص تاثیرگذاری شد. حتی پس از ایرادهای او وزارت مدافع روسیه مجبور شد گنرال‌های مخاطب او را از سر وظیفه گیرد. در جامعه روسیه شخصان نظامی از احترام والای برخوردار بوده به نظامی‌های سابق تا ارج می‌گذارند، ولی پس از شکست ارتش روسیه در جنگ با اوکراین پوتین مجبور شد زرخریدان واگنر را به جنگ جلب نماید. همین طور اساسگزار چوکه واگنر یوگنی پریگوژن نیز به جایزه قهرمان روسیه 2 مرتبه مکافانیده شد که سالهای 90 چندین سال عمر خود را در زندان گذرانیده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجه اوکراین روز 9 مای سال 2023 در یک اظهارات پر احساس اشتراک رهبران کشورهای اسنگ در پراد حربی به مناسبت سالگرد 78می پیروزی بر فاشیسم را اقدام غیر اخلاقی و غیر دوستانه نامید. روز 9 مای در چاره‌بینی‌های بخشیده به روز غلبه در مسکو پرزیدنت بلاروس، پرزیدنت‌های همه 5 کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و سروزیر ارمنستان اشتراک کردند. وزارت خارجه اوکراین در اظهاراتش حضور پرزیدنت بلاروس را در این چاره‌بینی در مسکو ذکر نکرده است. اشتراک سران این کشورهای خارجی در مراسم عمومی در کنار جنایتکار حربی را که با سر دادن دامن جنگ از دوران جنگ دوم جهان فخر می‌کند، همچنین عمل غیر اخلاقی و غیر دوستانه نسبت به اوکراین، نمایش بی احترامی نسبت به مردم اوکراین که برای حیات و آزادی خود می‌جنگند ارزیابی می‌کنیم. خلق‌های آسیای مرکزی و قفقاز 78 سال قبل برای پیروزی بر ناتیسم سم بی‌بها گذاشته بودند. آنها شایسته این نیستند که اولو کرمل آنها را برای اشتراک در یک نمایش قلبکی که یگان عمومیت برای کارنمایی غالبان ناتیسم ندارد استفاده برد، گفته می شود در اظهارات. وزارت خارجه اوکراین همچنین ذکر کرد که در عرفه عید غلبه نیروهای روسیه قلمرو اوکراین را باز با 25 موشک از جمله با 15 موشک کیف را موشکباران کردند
تا که باعث شماره بازم بیشتر کشته شدگان و خرابی های بازم بیشتر در سرزمین اوکراین شوند. کیف همچنین تاکید کرد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که از جانب دادگاه بین المللی برای جنایت‌های جنگی تحت جستجو قرار گرفته است، در جریان پراد حربی در مسکو کشتار اوکراینی‌ها، از بین بردن شهرها و دهه‌های اوکراین، ربودن کودکان اوکراینی و تعقیبات ضد ساکنان قلمروای اشغال کردهشان را سفید می‌کرد. رهبران کشورهای اسنگ در مسکو امروز پوتین به مقبره سرباز نامعلوم گلچنبر گذاشته پراد حربی را تماشا کردند و سپس پوتین آنها را به نهاری غیر رسمی دعوت کرد. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو بنا به خبرها به سبب بد شدن وضع سلامتیش بعد اشتراک در پراد ترک مسکو کرد. جالب آن است که تا 5 مای بغیر از پرزیدنت قرقیزستان سادر جباروف که همان روز با سفر رسمی وارد مسکو شده بود، اشتراک یگان رهبر دیگر کشورهای خارجی در پراد مسکو هنوز معلوم نبود و پوتین از 5 مای به رهبران کشورهای اسنگ زنگ زده خودش شخصا آنها را پای فشارانه دعوت کرده است که 9 مای حتما به مسکو بیایند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از ساکنان روزگار دنباس و از بین بردن ناتسیسم به اوکراین حمله کرد. طی تقریبا 15 ماه جنگ‌ها در اوکراین تلفات عمومی هر دو جانب از حساب کشته شده‌ها و زخمی‌ها را منابع گوناگون در مرز تا 5 میلیون نفر برآورد می‌کنند. جنگ در اوکراین عملاً به بزرگترین جنگ عصر 21 تبدیل یافته است و متاسفانه آخرش در افق هنوز دیده نمی‌شود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 9 مای سال 2023 ساعت 11:00 در کوچه باباجان غفوروف در حدود محله 5 شهر ترسونزاده یک زن یک مرد را کور زده است. بنا به اطلاع رسمی به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده با عریضه زن 40 ساله ساکن این شهر مراجعت کرده است که صحنه 9 مای سال 2023 تخمینا ساعت 11:00 زن 34 ساله ساکن شهر ترسونزاده هنگام در حدود محله 5 کوچه باباجان غفوروف قرار داشتنش با کورد در دستش بوده یک مرتبه به بدن شوهرش مرد 41 ساله ساکن همانجا زده است. در نتیجه جبر دیده جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. زن این مرد جبر دیده ادعا دارد که آن زن دیگر شوهرش را به یگان اساس کورد زده است. نظر زن دوم دسترس نیست. این هم معلوم نیست که او با آن مرد چه رابطه داشت و روز 9 مای بین آنها چه گذشت که به کوردزنی و چنین عاقبت خونین انجامید. وزارت کارهای داخلی بدون ارائه جزئیات بیشتر تنها گفت که اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. در تاجیکستان موردهای حمله‌های خشونت‌آمیز به زنان از جانب مردان از جمله از جانب شوهران زیاد رخ می‌دهد و وزارت کارهای داخلی و دیگر نهادهای حفظ حقوق هر ماه و هر هفته درباره چندین مورد چنین حمله‌ها گزارش می‌دهند. اما موردهای حمله زنان به مردان به مراتب کمتر است و اساساً در جریان مناقشه عائلوی صورت می‌گیرد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 9 مای سال 2023 تخمینا ساعت 18:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا باباخانوف خوشوقت انوارویچ سال تولدش 1981 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت کردن از سمت دهه چوریکاران به سمت دهه آزادی زنان در روبروی گردش محله ممشای بالا از عهده دوره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد نابالغ بابای فضل‌الدین سال تولدش 2010 ساکن پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه نورس جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. تنها در هفته گذشته بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان بیش از 20 نفر جان باختند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان
و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.